سلام علیکم دوستا، امید جور تیار باشید. رمضان براتان مبارک باشه دوستا. باش که امروز دیگه کمک وقت یافتیم گفتیم بیا که یک ویدیوگاکای کفترها را باز براتان بگیرم. دیگه امروز خواستیم کفترها را یک اوبازی بتیم. دیگه بالاخره کفترها دیگه کم کم جای به جای شدک. دیگه دوستا قصه عزیز که ویدیو رو تا آخر ببینین. ما ازمی بام که یک وقت کفتر بازی میکردم، باز یک 3-4 ویدیوش پیدا کردم دمی پیشم بودک، نشانتان میتم که کفتر بازی میکردیم، باز ریز چپا کردیم، کفترها را گم کردیم. قصه جالبی است که دوستا یک 10 کفتر از این کفترها را که خریده بودم از خیل 10 کفترش گم کردم. از اون جمله 5 تا عراقیش گم کردم، یک سیاه عراقیش بودک، یک تا زرد عراقی بود، 3 دانه سرخ عراقی بودک، دیگه یک دانه مشکی بودک. مشکی یک زرد که اگه دیده باشینش بام کفتر بازی میکردم او را گم کردم. دیگه 2 دانه تاویسیش گم کردم، یک دانه قوقزی بود او را گم کردم. جمله 10 تاش از اون کفترها را بردم. به خاطر چی دوستای کفترها را بردم گم کردم؟ که اینال که ما ویدیوی ریز کفترها را که براتون نشان بدم، در اونجا براتون نشان میتم که امو خانه که من کفتر بازی میکردم که براتون ویدیوهای دیگه گرفته بودم چقدر نزدیک امی خانه است. از اون خاطر 10 کفتر گم کردم، به خاطر که کفترها که بود در دیش بسیار ظالم هم بود. اونم کفترهایی بود که اکثریتان ما زرد عراقیش هم رد میزد، سیاه عراقیش هم رد میزد، یک چند کفترش. به خاطر اون کفترها گم کردم که دو خانه دیگه میرفت. دیگه باز مشکل ساز شد که باز اونجا برو پشت از او بیار کفتره بده. باز از اون خاطر 10 تا از کفترها رو من بردم. دیگه این حال ما ویدیوهایی که دمیجه که من یک وقت کفتر بازی میکردم باز دبام براتون میگیرم. باز سعی کنه که کفترهای از اموریز دیگه هم از این بام کفترهایش معلوم میشه که دوریز یک وقت اونجا من کفتر بازی میکردم، باز ریلا کردم، بازی جا آمدم کفتر بازی کنم. بازو کفترها همونجا بوده 35 کفتر بود که از امو کفترهایی را که ما باز امو خیلا را که ما گم کردم که هم کفترهای جرمنیش 2-3 تاش آمده بود، اون امو کفتره بود. قصه جالب دیگه ایست که دمی اولیا ما کفترهای جرمنی را میپراندم که خیلی از این اولی را که ما گم کردیم ما استاد احمد باز امین جرمنی های کالا میبینیش در این اولی است که نه یک تا ایجاست، یک تا دو طرف هست، اون یک شوجه مستی داره، یک 3-4 دانش امی کفترام گریخت این اولیا بدک. باز در ریز که دال ما شما رفتیم که دمی اولی ما کفتر بازی کنیم در ریز باز سعی کنین که امی کفترهای جرمنی در ریز بودک امونجا دم بالا که ما کدش کفتر بازی میکردم. دیگه امون کفترها گریخ ریز و مگر چه چپا کرده بودیم. من سعی که اینی خوبیش است اینی کفترخانهشون اینجا بود. اون سعی کنین کفترخانهشون چپا کردیم عین دولی هم هستن، از اولی دو طرف میرن، دم کفترخانهش کجا بود اونجا میرن. باز کفترها رو دیگه موریز هم چپا کرده بودیم. با سلیم جان یک روز آمد که فیادر 2-3 دانم کفترهای جرمنی آمده در دمو بام بری اولی اینجا میشینه. باز برش گفتیم یک کفترخانه جور که بود اون پیش کلکین پایین کلکین برشان کفترخانه جور کرد. اون سه کمیال کفترهای جرمنی اون 3 تاش اونجا رفته. باز کفترخانه جور کردیم، باز اونجا بودن دیگه بازی اساسا 10-12 کفتر شد دیگه. یک تا ماده برشان پیدا کردیم، باز چه داد یا دیگه امسال یک 3-4 کفتر از این جرمنی هم که از دمینجا منسک از این قاصدای جرمنی دیگه ناله که باز از ریزا کفترهاش گرفتم دبام ما گفتم براتون ویدیو گرفتیم، باز اونجا براتون نشان میتم سعی کنم این قاصدا دمونجا منسک دو بام دیگه ویدیو رو ببینین دوستا. امید خوشتان بیاد. تشکر از کامنت های زیبایتان. امید که یک رمضان خوش داشته باشین. دیگه باز بخیر کفترها را که اساس در ریز بردیم، باز خوب دیگه ویدیوهای خوبش میگیریم، علامه میگیریم که یک شوقتان شوه. اینم قشا نگاه کردم دوستا. دیگه اونو 10 کفترش گم کردم دیگه. نمیالم من 20 چند کفتر هست، یک 8-9 کفتر دولی دیگه ما بود در اولی که یادتون باشه چوچه گیرا و هم 12 کفتر شده. 6 تا چوچه گرفتیم ازشان، 6 تا مادر پدرشان از دیگه. اینال چاش دیگه که دانه خور شد و غرام همینجا میرم. از جرمنی اگه یادتون باشه گرفته بودم یک دانه سفیدک یک دانه زاغ که داده بود دیگه. اونها رو ببینیم که دانه خور شد باز غرام میرم دمیجه میرم دیگه معطل هستیم که نیم صاحب خانه چی وقت بخیر هم چطور تا کنه که باز بریم بخیر
بزنیم. دیگه اینا 3 دانه سود روشنش نگاه کردیم دوستا. یک دانه مگسی است که مگسی هم از می اولی میجه بودک. دیگه چیش نگاه کردیم. دیگه یک دو دانه کامری هم کامری مزوریش نگاه کردم. هم گوره پتاینش نگاه کردیم. دیگه پلان دارم کفترهای رنگدار بگیرم چون وقت دارم. اونم سیاه مینایش نگاه کردیم. اونو سوز قاصد سوز عراقی را به خاطر گم نکردم که رویش نپرانده بودم. کفترم از کارتین یک رفیق ما برام آورده بودک. دیگه اون سوز روشنایش پرانده مک دو با من کم پرانده بودمش از من خاطر یک کفترهای رنگدارم بود گم نکردیمش. دیگه چی هست؟ دوستا این حالا که دبام رفتیم باز ما چند قصه دبام کتیتان دارم که نشانتان بدم. همین قاصدایی که نه 3-4 دانه داری اولیسه که کفترها کلش گریخته آمده یا دبام امی اولی که حالا هستیم دبام از این کفتر پوزی که میکنم از مو بام بسک. دیگه ناله چی کردیم؟ دیگه اونو شاماینایش هم نگاه کردم دوستا. پتاین هم از امو بام بود. دیگه پتاین رو ساز اشمت خوش داشت که بیا میارمش دیگه باز چیش میکنم اگه شد یک چوچه میگیرم یا یک چارش هم میکنیم که دوجه نره. دیگه ما گفتم خودت میفهمی. دیگه دورو در داخل رو کفتر خانه یک چی انداخته مک یک 2-3 جوره چوچه گیرایی است که شوقی نگاه کرده شه برام ساز اشمت خوش داره. گفتم برو برام میمانیمش دیگه ببینیم که چی میشه. کفترکای انتیک است دیگه چندتاش. این نیسیا عراقی هم 2 سال گرفته بودیمش دم بام دیگه بود هیچ بالای شوا نکرده بودیم. ایران ماندیم گفتیم دیگه بالای شوا نکردیم دوجه نپرانده بودیم ایران ماندیم اینجا. دیگه چی هست؟ اونو دو کفترخانه که 6-7 کفتر قیت است. 2 دانه ماده است. یکی ماده قاصدای جرمنی است. یک دانه ماده که یادتان باشه از اون خیلی خریده بودم. توگشتش کرده بودم دو بام مگم جوان کفتر است. گفتیم برین ایران نگاه میکنیم. بخیر این کفترها که کلش بالاش بسته است یارم همیشه میپرانیم ما ساستا. اینا دوستا این ویدیوی ریز است که آمده. اینا دوستا اینی ریزی بود که ایریولی دیدن اینمی کفترهای ریولی که هست اینمی بامش هست که ما کفتر بازی میکنیم. اینی شما اینا رو از اون شکار کرده بودیم امروز. اینا دوستا سعی کنین. اینا دیگه آنا ببینین دوستا. آنا دیدی 2 دانه قاصد اینه که دیگه که میدوانه. اینمی هم کفترها است که حال در پایین هست. این کفترها رو کلش ما فروخته بودیم. اینمی کلش گریخته اینه دیگه قاصد اینه دیگه جرمنی قاصد اینه دانه میخوره. سعی کنینش دوستا. اینه که دیگهش هنوز یک تا 2 تاش نامده. فکر کنم یک دمی بام 7-6 تاش میپراندم. اینمی بام است. اینا سعی کنید دوستا. او بام کفترهای دیگه با که گفتم تا که خانه شریکی بود و بازنشت کفتر بازی کنیم. اینا از اینجا معلوم میشه بام براتون نشان میدم. اینجا کفترها در آسمان هست باش تو. اینی سیامینای است که یک دفعه بای داده میشه باز پس آمد. دیگه ویدیو را اگر کمک چی است دوستا خو به خاطر که صحیح نگرفته میشه. اوکی اونو سیامینام که در اونجا 6 تا رو هم چکار کردیم. دیگه این کفترکا بود که یک وقتش 40 چند کفتر بوده. اینا 2 دانه جرمنی اونو دوجه سکه که دیگر هم میدونه. او کفترام امو مادام اومد امو نرش هم آمد. امو 2 کفتر هم یال در پایین هست. اون سکو باش تکال ما برتانک نشانیشه بگویم. خواهی کفترهای خودم ما سک سعی که دوستا کفترها اگه وقت قیمت خودم بنداخت دیگه نمید دیشه. اگر چی سایی دیدم موقع خوبش نبود اون کفترها گد خورد. کفترها گد خورد. تو باش که اون مریض دیگه خودم میخوایم کفترهاش نشان بدیم. از اون خاطر گفتم که این کفترها رو گم کردیم که چی نشه اوجه نره. اینه که مسافه داشت. چی کرد این کفترهایی بود که اینی کفترها کم گریخت ایندم سفید کم نفس بود. دیگه گم میکردیم و پس میامد. اونو سکنه جرمنی ها 2 تا میجست. اون سیامینه بود یا شیراز. اون کفترها کم گرفته بودم قیچیش کرده بودیم.
یا کفترهایی بود که باز از کفتر بازی دیگه اعلام میکرده میشه. ساعت توگشت بود دیگه. اون سکر دوستا دیدی اونو کفترها که تو خورد، اونو کفترهایی است که از ریز دیگه موسک. اگه یادتون باشه که کفتر بازی رو شروع کردیم که گفتیم خانه شریکیز باز نشد، باز الا کردم ریزه که جا آمدیم. اونجا معلوم شد یک چرخ کفترها باشه که باز معلوم شده. اون کفترها دیدیم دوستا، اونو یک معلوم شده. نه اونو اونجا بوده که ریز دیگه اونو سکنه که تفاوت دوری نزدیکی دوری شنقه بوده. اون سکنی تاو میزنه، اون کفترها دیم که بالا معلوم میشه. اینجا ندیدنش باز دیگه تفاوتش بسیار کم بود. از اون خاطر رو تا کفتر بردم گم کردم، به خاطر که اوجا میرفت دیگه دو بام دیگه میرفت. اینا من ساز اشمت است آن کفتر را خود باز زد. ها دیگه دوستا خلاص ویدیو.